سلام بچه های عزیز. موضوع درس ادبیات امروزه ما درباره حیات و فعالیت یکی از نویسندگان برجسته تاجیک جمعه آدینه به شمار می‌رود. جمعه آدینه یکی از نویسندگان صاحب ذوق تاجیک بوده. سال 1930 در دهه مکنات ناحیه پنجگین به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را ادیب در زادگاهش گرفته برای ادامه دادن تحصیل به دانشگاه می رود. دانشگاه را با موفقیت به انجام رسانیده به ایجاد کردن قصه و حکایه ها شروع می کند. جمعه آدینه به ایجاد کردن قصه و حکایه ها خیلی برقه شروع کرده بود. اولین نوشته هایش سالهای 60 به طبع رسیدند. یکی از پویستی مشهور جمعه آدینه این انشا در موضوع آزار به شمار می رود که سال 1974 نوشته شده است. رمان دیگری ادیب گذشت ایام می باشد که سال 1978 نوشته شده است. و غیر از این یک قطار قصه و حکایه ها به قلم جمعه آدینه تعلق دارند. جمعه آدینه به غیر از این به ترجمانی نیز مشغول بود. اثرهای بسیار ادیب و معروف را به زبان تاجیکی ترجمه کرده است. جمعه آدینه سال 1982 از عالم گذشته است. قصه انشا در موضوع آزار. قصه انشا در موضوع آزار از مشهورترین و پسندیده ترین اثرهای نویسنده به شمار می رود. نویسنده ضمن این قصه گفتنی است که تنبلی، فریبکاری، آشنابازی از بدترین خصلت‌های انسانی به شمار می رود. این قصه به نهایت عجیب است. در قسمت اول قصه سخن درباره یکی از خواننده صنف 11 حکیموف می رود. حکیموف از زندگی ناراضی بود، زیرا پدری همصنفانش کارگرانی آبرومند بودند ولی پدر او باشد کارگر عادی بود. از این او خیلی ناراضی بود که برای چی آنها شرایط درست زندگی ندارند. ولی حکیموف در مکتب با بهای اعلا تحصیل میکرد. پس چی باشد که او با بهای اعلا تحصیل نموده ایستاده ولی معدل طلاب گرفتن نمیخواست. در قسمت دیگری اثر باشد درباره شریف جان سخن می رود. شریف جان نیز خواننده همین مکتب به شمار رفته. او نیز از زندگی خود و از اهل عائله اشان ناراضی بود. او نقل می کند که من 2 پدر و 2 مادر 11 خواهرچه و برادرچه دارم، ولی یگان نفری آنها مرا نزد نمی بینند. برای چی شریف جان را کبوتر دولامه می نمودند؟ و این سوال ها شما هنگام خواندن قصه از کتاب درسیتان از صفحه 155 تا صفحه 161 پس از خواندن می توانید به این سوال ها جواب پیدا نمایید. خب سپارش به شما. یعنی چون که من قید کردم درباره ترجمه ها و میراث ادبی جمعه آدینه از کتاب درسیتان از صفحه 155 پیدا نموده میخوانید و همچنین چون که نوکه قید کردم قصه انشا در موضوع آزار را حتما از کتاب درسیتان یافته مطالعه نمایید. بخیر بچه ها، صحتمند باشید.